سلام و عرض احترام. لطفاً این ویدیو رو ببینید. شما همین سوره حمد که همه ما در روز اون رو 10 بار در نمازهامون میخونیم، ببینید از ابتدا تا انتهاش اصلا علامتی وجود نداره که اینا رو خدا گفته. ولی موارد زیادی هست که پیامبر مورد خطاب واقع میشه. بله، اون هم عرض میکنم. حالا ببینید ما همینجا بر سر یه دوراهی قرار داریم که کدام رو بر کدام ترجیح بدهیم. ما نمونه‌هایی در قرآن داریم که کاملا معلومه کلام پیامبر است، یعنی یه کسی داره دعا میکنه. همه دعاهایی که تو قرآن هست اینطوریه. خدا دعا نمیکنه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. خدایا ما شنیدیم که کسی آمد و ندا داد که ایمان بیاورید، ما هم ندای او رو شنیدیم و ایمان میآوریم. یا در همین سوره حمد که در نماز خونده میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رو میپرستیم، از تو یاری میجوییم، ما رو هدایت کن. اینا رو یک کسی داره به خدا میگه. خب همونطوری که مشاهده فرمودید ما اینجا با دو مقوله یا دو شاهد از سخنان آقای دکتر سروش مواجه هستیم. ایشون دو شاهد برای خودش میاره که بفرمایند کلامی که در اختیار ماست به عنوان قرآن سخنان حضرت محمده، مناجات هایی که ایشون انجام دادن، نه وحی که از طرف خدا میاد. خب حالا ما میایم این رو بررسی میکنیم. ابتدا از آیه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان شروع میکنیم که آیه 193 سوره آل عمرانه. خب ببینید شما وقتی که یک کتاب رو مطالعه میکنید و میخواید از یک نویسنده استشهاد بگیرید، بسیار اجحاف در حق اون نویسنده که شما بیایید یک تیکه از اون رو بردارید و ملتی رو دچار اشتباه کنید و کلام خود اون نویسنده رو هم خلطش کنید. شما باید قبل اون کلمات بعد اون کلمات رو بیاید کامل مورد بررسی قرار بدید. شما وقتی که آیات سوره آل عمران رو هم میخونید با همین موضوع مواجه میشید. اجازه بدید ما این رو بررسی کنیم. در آیه 190 از سوره آل عمران، این 3 آیه پیش از اون چیزی که جناب آقای دکتر بگن، میگه آقا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. میگه در خلقت آسمان ها و زمین و آمده شد آسمان ها و زمین نشانه های برای صاحبان خرد، اولو الالباب. حالا آقا این اولو الالباب کیان؟ ببین آیت به صورت مجمل اومده صحبت کرده. معمولا در قرآن اینجوریه که وقتی که به صورت مجمل به یه چیزی اشاره میکنه در آیه بعد یا در سوره دیگری میاد به صورت تفصیلی در موردش صحبت میکنه. اینجا خودش سریعا بعد از همون آیه به صورت تفصیلی میاد تعریفی رو ارائه میده از اونایی که صاحبان خردن. شما فقط این چینش منطقی رو مشاهده بفرمایید. میگه اولو الالباب کیه؟ میگه الذین، اون کسایین که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. میگه اونایی که خدا رو در هر حالتی یاد میکنن، چه نشسته باشن، چه خوابیده باشن، چه ایستاده باشن. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و فکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. همون جایی که بود که خلقت آسمان ها و زمین نشانه هایی برای اولو الالباب، میگه آقا اولو الالباب همینان، اونایی که در هر حالتی خدا رو یاد میکنن و در تفکر هستن که این آسمان ها و زمین چگونه خلق شده. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینجا میگه اینایی که حالا دارن فکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین، ربنا میگند، قائلین اینجا حاله، یعنی در حالی که با خودشون میگن خداوندا تو این رو به صورت باطل خلق نکردین، اینجا به این صورته، نه اینکه شما یک تیکش رو گرفتید. حالا عده‌ای ممکنه بگن آقا تو از خودت داری میگی، کجا اومده؟ آیا شما کلمه قائلینه مثلا یا قاله یا یقولونه مثلا شما اینجا میبینید؟ من میگم اوکی شما راست میگید، من تا اینجا اشتباه کردم، اما بریم بعدش رو بخونیم، یعنی آیات بعدش رو بخونیم. آیات بعد از اون اونجایی که میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، میگه پروردگار ما شنیدیم اون ندا دهنده‌ای که به ایمان فرا میخواند، ان آمنوا بربکم فآمنا، ما هم ایمان آوردیم. حالا دوباره همین دعا ادامه داره، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک تا آخر. در آیه بعد از این خداوند اونا رو جواب میده، فاستجاب لهم ربهم، خداوند به آنها جواب داد. این قرینه استجابه حالی که عنوان کردن رو قدرت میبخشه و تاییدش میکنه. چرا؟ چون اینا اگر صحبت نمیکردن با خداوند
چگونه خداوند اینا رو جواب داده؟ استجابه از کجا اومده؟ پس یک، اولا فعلها اینجا همه غایبه، یعنی زمانی که ما به ربنا میرسیم حالت مقول قول میگیره، انگار داره نقل قولی میکنه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اول اومده سیغه رو به صورت غایب آورده، دو اولوالالباب رو مطرح کرده، سه اولوالالباب رو توضیح داده، چهار گفته اولوالالباب چیکار میکنن، پنج گفته خداوند در قبال اونها چیکار میکنه. این کجا اون چیزیه که جناب آقای دکتر سروش میگن؟ و حیفه برای یک مولانا شناس، حیف این صحبت ها. در مورد سوره الحمدلله رب العالمین خیلی دیگه بحث شده در موردش، من خیلی اشاره کوتاهی میکنم. اینکه اگر چرا نگفته قل الحمدلله رب العالمین، به دلایل مختلفی که من خیلی کوتاه و به صورت عقلانی اشاره میکنم. یک چیزی که اکثر شما احتمالاً میدونین، اینجا مثل جاهای دیگه ای از قرآن اومده آموزش داده که چگونه من رو حمد و ثنا کنید، چگونه بگید من سپاس و ستایش است برای خدا. به خاطر اینه که ما در نماز سوره حمد رو میخونیم، یعنی اونجا که میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اینا در حالی که هم آموزشه داره صفات خدا رو برمیشموره، میگه شما چجوری خدا رو ستایش کنید. این یک. دو، کلمه الحمدلله رب العالمین تا آخرش، ببینید اینا در واقع میگن جمله های خبری که لفظاً انشائی هستند. آها، یعنی چی؟ ما دو جمله، خیلی سریع بگم طولانی نشه ویدیو، ما دو جمله در دو نوع حالت اسلوب جمله در عربی داریم: اسلوب انشا، اسلوب خبر. اسلوب خبر یعنی که شما به کسی خبری میدی، اسلوب انشا یعنی شما خبری در واقع نمیدی، میگی مثلا طلبی داری از کسی، مدحی میکنی، ذمی میکنی، این اونه. و فقط در خود قرآن هم نیست، یعنی لفظ یه چیز باشه معنا داره، در خیلی جاهای دیگه و در همین قرآن هم بازم هست. مثلا میگم، بذارین من مثال بیارم از قرآن. ببینید مثلا گاهی اوقات شما ممکنه یک خبری رو عنوان کنی اما منظورت امر باشه. چگونه؟ مثلا در سوره بقره آیه 233 میگه والوالدات یرضعن اولادهن. یرضعن یه فعل خبری، هم میدونن، یعنی شیر میدهند. اینجا درست خبره اما در واقع سیاقش و مفهومش و دستورش به صورت امریه. این مورد ممکنه به صورت نهی هم باشه، به صورت نهی هم باشه. مثلا شما میگی در همون سوره واقعه در واقع آیه 79 میگه لا یمسه الا المطهرون، میگه تنها آدم‌های پاک اون رو دست میزنن، منظورش قرآنه. بنابراین اینجا نهیه، اما چیز در واقع خبریه اما سیاقش و حکمش به صورت نهیه. و موارد دیگه‌ای که شما میتونید استشهاد بگیرید هم در قرآن، هم در اشعار عربی و هم در متون عربی. امیدوارم که اولوالالباب جریان رو فهمیده باشن. شب و روزگار خوش.